لطفاً سکته ببینید. سلام به همه شما که تو این هوای گرم سکته نمیزنید بلکه سکته میبینید. البته یه ساندویچ تگری هم بغلش باشه خیلی دیگه حال میده. و سلام به همه شما که هر 10 روز یه بار منتظر یه سکته جدید هستید. و سلام به تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران که مثل مرد بازی کردن و بردن، ولی نامردانه به جرم داشتن حجاب اسلامی از ورود به بازی‌های المپیک حذف شدن. سکته تمام قد در مقابل شما میسته و به همتون میگه که شما همیشه برنده. دم همتون گرم. و سلام نمی‌کنیم به مفتی‌های آل سعود که حکم عدم رانندگی خانوما رو دادن و گفتن که هر جا که دیدید خانومی داره رانندگی میکنه بیارید پایین بزنیدش. و من حسام الدین شریفی با 12مین برنامه سکته در آستانه 22 خرداد با شما. خبرهای سکته‌ای. سردار رادان گفت که پلیس فقط با دیشایی که در ملأ دیدن برخورد میکنه آقا، یعنی که دیشاتون رو قایم کنه. قایم کنه دیگه بپوشون. دختر قذافی به ناتو شکایت کرد، گفت که آقا نزنید. علت سقوط هواپیماهای ایران ایر هم کشف شد. اینها خودشون زدن. و شعار مرگ بر مشایی از روی دیوارها به روی لبها رفت. اولین محموله نفت مناطق آزاد شده لیبی هم به آمریکا رسید. و سید محمد خاتمی گفت که آقا اگه ظلمی از طرف مردم به حکومت شده حکومت ببخش، و اگه ظلمی از طرف حکومت به مردم شده مردم ببخشن، کلا همو ببخشن که ما باز داریم میایم و اگه این دفعه بیایم میپریم. البته اگه بخوایم بپریم اینطوری هم میپریم. و دادگاه قاتل شهید بسیجی غلام کبیری از شهدای فتنه 88 24/3/90 در مجتمع قضایی امام خمینی برگزار می شود. اما بعد از اینکه حاله صحابی دختر عزت الله صحابی با 5 بوکس کشته شد، خبر اومد که پسر حاله صحابی یعنی نوه عزت الله صحابی یا همون نتیجه یدالله صحابی با لانجیکای بروسلی کشته شد. بله چیه؟ تعجب نداره که از این جماعت فتنه‌گر همه چی برمیاد. جماعتی که از سارق شهید میسازه ازش همه چی برمیاد دیگه. اصلا اینا نافشون رو کلا با دروغ بستن. اصلا حیاتشون با دروغه. دروغ خالی بند. آقا اگه شما میدونستین این خیار چقدر خاصیت داره، هر روز خیار میخوردید. اصلا کلا این خیار چند وقت اروپا رو کلا قبضه کرده. قضیه خیارای آلوده به ایکولای میگم یه اروپا رو به هم ریخت. اسپانیا گفت خیار ما نبوده، حالا آلمان بوده. آلمان مرکل رو فرستاد که برین قضیه خیارا رو کلا حل کنه. سوار هواپیما شد با کلی خیار، می‌خواست وارد حریم فضایی ایران بشه که ایران فهمید مرکل با کلی خیار ایکولای میخواد از حریم ایران بگذره، که دستور داد آقا نه یا مرکل با خیار ایکولای نیا. یه 2 ساعتی اون خانم آنجلا اون بالا مالا چرخید توی هوا با کلی خیار ایکولای و کلی هم سر صدا کرد که اینا به خاطر ندادن سوخت نذاشتن که هواپیمای مرکل بیاد توی ایران، ولی کسی نمیدونست که مرکل به خاطر حمل خیار غیرقانونی و آلوده به ایکولای اجازه ورود به ایران رو نداره. خلاصه مرکل رفت خیارا رو پخش کرد و یکیش هم رسید دست این آقا که بیاره اینجا و اونجوری دستش بگیره بگه خیار. اصلا کلا اینا خجالت هم که نمیکشن. حالا از خیار که بگذاریم میرن عکس برهنه میذارن توی اینترنت. همین یارو نماینده پارلمان آمریکا که می‌خواد از کاندید شهرداری نیویورک هم بشه، خرس گنده رفته عکسای توی اینترنت فرستاده ببینم واسه یه خانوم. این خانوم هم نامردی نکرده، همه عکساشو گذاشته توی اینترنت. البته وقتی رئیس صندوق بین‌المللی پول با اون همه پول میره دیگه، از این آقایی که دیگه می‌خواد شهردار بشه دیگه انتظاری نیست دیگه. اما یه خبر تأسف‌بار که دل هر انسان آزادی رو به درد میاره. حتما یادتون هست پارسال اون کشیش آمریکایی کمپین قرآن سوزی رو راه انداخت. حالا هم تو همین ایران خودمون کمپین توهین به ائمه رو راه انداختن و شروع کردن توهین به امام هادی و البته 70 میلیون شیعه ایرانی رو. واقعا چه فرقی است بین این جماعت هتاک با اون کشیش قرآن سوز؟ سکته از همه اونایی که فقط یه مقدار انسانیت سرشون میشه خواهش میکنه که اگه نشونی از این جماعت رذل رو دارن برای وبلاگ hattoking.mehamblog.com بفرستن
البته ناگفته نمونه چند تا بچه مسلمون با غیرت اینترنتی هم با یه سری عملیات خفن عکس‌ها و اطلاعات این جماعت رو گذاشتن توی وبلاگ hattakin.mihanblog.com و تهدید کردن که اگه نگید خوردیم، اسم و فامیل و شماره موبایل و خونه و هر چیزی که شماره داشته باشه، حتی کفشتون، در میارن و میذارن تو سایت. اون وقت دیگه جای هیچ پشیمونی نیست. دمتون گرم بچه‌های hattakin.mihanblog.com. دمتون گرم. محقق یه ایمیل برام میفرستاد از وسط و قلب امنیت خانه و فاش میکرد برای من و ما هم فاش میکنیم. شخصیت سکته این هفته ما کسی نیست جز علیرضا نوریزاده و همه سلطنت طلبای اونور آبی که یه ساندیسخور شیمیایی نظام همشون رو ریخت توی کیسه، گرش هم تا ته محکم کرد. بله این قدرت جمهوری اسلامی ایران. آقای نوریزاد دقت کنید. سکته بعد خدا یار و نگهدار همه شما سکته‌ای های عزیز.